شم اصلا چی میشه که شم به این حالت در میاد؟ چی میشه که این بالاش یه تیکه زرد میشه؟ این خطه چیه که روی شم میفته؟ و اصلا چرا ما میگیم این شم مرغوب نیست، به درد نمیخوره، باید عوض شه و کلی داستان دیگه ایجاد میکنه. ویدیو رو دنبال کنید، کانال من رو سابسکرایب کنید تا ادامهش بهتون توضیح بدم. خب بچه‌ها ببینید، شم اگر اصلی نباشه کاری به هک و اینا نداشته باشید. شم باید قانونی وارد شده باشه. شمعای اصلی بسته به کد حرارتیشون حالا یه مقاومتی رو دارن، اگه شمع سرد باشه یا شمع گرم باشه مشخص میشه. الان این شمع نسبتا سرده، کد 6، ولی این شمع تقلبیه. این خطی که دارید میبینید به خاطر وایر افتاده روش، یعنی میتونید قشنگ تیکه‌های لاستیکی وایر رو روش ببینید و با ناخن پاکش کنید. این از این. و مشکل دوم، اگه چینی بالای شمع ترک بخوره، آسیب ببینه، یعنی کمپرس موتور شما به این شمع نمیخوره. تو حرارت این شمع داره کمپرس رد میکنه، این پایین زرد میشه، ولی سر شمع دارید میبینید پلاتینش سالم، اون قسمت الکترودش سالم، همه چی سالم، اما این پایین اوضاع فرق میکنه. ماشین به خامسوزی میفته، دیر دور میخوره و مصرف سوختتون میره بالا. یکی از علائمشه که نشون میده حتی اگر شمعی رو نو بخرید، یعنی اصلا فرق نمیکنه که شمع نو باشه یا کهنه، یکی از علائمش اینه. و بعدم که شمع رو باز میکنید میبینید که اصلا حال خوشی نداره. اینجا نباید زد، هیچ اتفاقی نباید براش افتاده باشه. و اگر شمع رو بعد هر شمعی که نصب میکنید رو ماشینتون، بعد هر 300 400 تا کارش باز کنید، ببینید اگه وایراتون مشکل دارن یا خرابن، اون وایر رو تعویض کنید، چون شمعتون رو داغون میکنه. در مورد وایر و اینکه تفاوت وایر و اینکه چه وایری رو باید تهیه کنید هم یه ویدیو میذارم توی کانال یوتیوب که میبینید که بتونید شمع و وایر درستی رو انتخاب کنید. فقط اگر موتورتون فابریکه، برای پژو 206 و اکثر ماشین‌های داخلی من برند انجیکا البته اصلیش رو پیشنهاد میکنم، میتونید از طریق خودمون تهیه کنید. جدا از اینکه این برند پیشنهاد میشه، برای موتورهای فابریک جی پاور شمع بدی نیست، اما سوزنیش باشه یا ایریدیومش باشه، خب قیمتش بالاتر، عمر بیشتری هم داره و خیالتون هم راحت تره. کد 6 یا کد 7، کد 5 هم کار میکنه، اما عمر کمی رو داره روی موتورهای ایرانی. این هم داستانی که سر شمع داشتیم و تو ویدیوهای بعدی در مورد انتخاب وایر و اصلا وایر 206 چه شکلی هست در مورد اون صحبت میکنم. کانال منو فراموش نکنید که سابسکرایب کنید.